یک قافله شادی، یک کاروان شیر محبت و عشق را برای جامعه تمام تاجیکستان مبارکباد میگویم. یعنی قلم های بسیار همایون و خجسته گل رخسار و شعر او را برای حاضرین محترم و برای تمام تاجیکستان بلکه برای تمام مردم فارس زبان دنیا مبارکباد میگویم. و این یک شعر تازه را به این مناسبت قرائت میکنم. شما خودتان میفهمید که مقصد چی است. علی صبح مبارک رو، بیا در چهره بی آب و رنگ و روغنت میرم، بیا در خنده های بی فنت میرم، بیا در چشم های روشنت میرم. چه شامی تیره روی بود، شامی که بسر بردم و در چنگال خون آلوده کابوس ز تیغ هم نژاد خویشتن مردم. مرا کشتند، مرا در خون من با افتخار خاصه آغشتند. سپس رفتند سوی ازدحام خلق تا خوانند خود را قهرمانی پاکنام خلق. چو سر برداشتم از بستر کابوس، تنم بیتاب می لرزید. پسی شیشه نظر کردم، ز شرم هم نژاد من به گردون پیکری مهتاب می لرزید. چی می گویی؟ بر چشمم جمله خشک و آب می لرزید. تکاندم مرگ را از خویشتن، کابوس را راندم. یکی دیدم که تو می آمدی از خانه خورشید، به دست جرعه از ساغری مستانه خورشید. تو را گفتم مرا کشتند، خندیدی و رقصیدی. تو را گفتم مرا کشتند، مرا آغوش بگرفتی و بوسیدی. علی صبح مبارک رو، مرا آن به که تا از تیغ دستی دشمنت میرم، بیا در دامنت میرم، بیا در دامنت میرم. تشکر دوستی عزیز. لویت جوان.